اما خبری هم بشنوید از رونمایی سامانه‌های جدید راداری پدافند هوایی: رادار کیهان، طرح انتقال اطلاعات هادی، رادار دوبعدی آرش 2، سامانه طرح‌های پروازی FIC 2 و سامانه دستیار فرمانده با قابلیت نمایش موقعیت دیدبان‌ها و دریافت اطلاعات سامانه‌های راداری 5 دستاورد جدید قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 5 دستاورد جدید بومی دستیار دلاورمردان پدافند هوایی در کشور: رادار کیهان، پروژه انتقال اطلاعات هادی، رادار دوبعدی آرش 2، سامانه طرح‌های پروازی FIC 2 و سامانه دستیار فرمانده. رادار دوبعدی کیهان با قابلیت تشخیص فاصله و رهگیری اهداف هوایی یکی از این محصولات بود. این رادار قابلیت کشف زاویه، سمت و سرعت شعاعی اهداف را دارد و آشکارسازی اهداف هوایی بلند شامل هواپیماهای متعارف و بمب‌افکن‌ها از دیگر ویژگی‌های این رادار است. پروژه هادی: این پروژه توانایی انتقال اطلاعات رادار به فاصله بیش از 100 کیلومتر را دارد و در بستر فیبر نوری عمل می کند و دارای رادار سمتیاب، رادار شناسایی، رادار ارتفاعیاب و قابلیت دریافت اطلاعات از سامانه کنترل و فرماندهی است. پروژه راداری آرش 2: این رادار یک رادار دوبعدی سالید استیت و پوشش زاویه 360 درجه است و ارتفاع بیش از 100,000 پا را رصد می کند. پروژه FIC 2: این سامانه قابلیت دریافت و پردازش اطلاعات پروازی از سامانه اتوماسیون کنترل ترافیک هواپیمایی کشور را دارد و اطلاعات طرح‌های پروازی هواپیماهای عبوری را برای مناطق کنترل و فرماندهی پدافند هوایی ارسال می‌کند و سامانه دستیار فرمانده RDSI. هر آنچه که این رادارها کشف می‌کنند، سامانه دستیار فرمانده یا رتس، در حقیقت هر آنچه که تجزیه تحلیل اطلاعات راداری، شنود الکترونیکی و دیدبانی هست رو به شبکه باید ارسال بکنه. اما این شبکه کجا باشه که مورد تخاصم و تهاجم دشمن قرار نگیره؟ این وظیفه پروژه هادی است. هر آنچه که رتس دریافت میکنه و تجزیه تحلیل میکنه، پروژه هادی اون رو به مراکزی صدها کیلومتر دورتر منتقل میکنه و اهداف اونجا تجزیه و تحلیل میشن. این سامانه با دریافت اطلاعات رادارهای محلی و پردازش آنها اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را تولید و در اختیار فرمانده قرار می‌دهد. این 5 محصول از امروز در سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور برای حفظ و حراست از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. سید حسین کاظمی، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، تهران.